دوست داشتم توی خانواده مرفه بزرگ می شدم و تمام نیازهای کودکی من تا 14 سالگی حل و فصل می شد. فکر می کردم تمام مشکلات همه آدم ها فقط رفع نیازهای مالیشونه. من گول پسری رو خورده بودم که ثروت داشت و تو جایگاه اجتماعی خوبی قرار گرفته بود، اما نمیدونستم تمام مصیبت هایی که قراره من توی زندگی بکشم از همین پسر قراره که سر من آوار بشه. 2 شب از این اتفاق گذشته بود و هم تو لاک خودشون غرق بودن و من حق بیرون اومدن از اتاق رو نداشتم. زنگ خونه به صدا در اومد. دایی رفت و چند دقیقه طول کشید برگشت. یه آقایی میخواد بیاد داخل. مامان متعجب بلند شد، گفت برای چی؟ متحیر به مامان نگاه کرد و گفت برای امر خیر اومده. مامان پوزخند زد. ما توی این محله انگشتنمای خاص عام شدیم. دیگه کسی در این خونه رو برای خواستگاری باز نمیکنه. دایی رفت و چند دقیقه طول کشید که بیاد. با خودم میگفتم این پارساه پشیمون شده، اون منو خیلی دوست داره. اون دوست نداره که من بچه‌مو سقط کنم. از لای در داشتم نگاه میکردم. یه آقای غریبه وارد شد. تمام ذوقم کور شد. اومد نشست و همه بهش زور زدن. کمی که گذشت گفت من مزاحمتون شدم برای امر خیر. مامان با تعجب بهش زور زد و گفت امر خیر؟ بله، برای برادرم مزاحم شدم. مصطفی گفت برادرتون خودش کجاست؟ پسر لبخندی زد و گفت از ترس اینکه جواب رد بشنوه به من گفت که با شما صحبت کنم. مامان گفت مگه برادرتون کیه؟ پسر با شرمندگی نگاهی به همه انداخت و گفت جعفر کفاش. هیزترین و منفورترین و زشترین مرد محله به خواستگاری من آمده بود. مینا وقتی برادر جعفر حرفاش رو زد با حرص بلند شد، گفت همینمون مونده که جعفر کفاش بیاد خواستگاری خواهر 14 ساله من. نه آقا، بلند شید برید، خبری نیست. ماما سرش رو انداخت پایین و سکوت کرد. مصطفی برادر جعفر رو رد کرد و رفتش. گوشه اتاق نشستم و گوله اشک از چشمم غلتید. دستم رو روی شکمم کشیدم و توی تاریکی اتاق فقط آهسته زمزمه کردم خدایا خودت به دادم برس. دایی مضطرب به مامان نگاه کرد و گفت شما منتظرید پسر شاه پریون بیاد دخترتون رو بگیره؟ هیچ کس هیچی نگفت. اون شب با همون منوال و سکوت سپری شد. فردا دایی خیلی با مامان صحبت کرد که متقاعدش کنه هیچ کسی دیگه به غیر از این مرد یه قرار نیست در این خونه رو برای همچین دختری باز کنه. دایی به مامانم میگفت این مرد توی این محله شنیده که مهسا چه آبروریزی کرده.